خدا وقتی خشمگین شد 10 بلا یکی یکی بر سر مصر فرود آورد. اول رود نیل به خون تبدیل شد، ماهیا مردن، بوی تعفن همه جا رو گرفت و هیچ کس نتونست کاری انجام بده. بعد میلیون ها قورباغه از آب بیرون زدن، کوچه و قصر و تختا پر شد. وقتی مردن جنازه هاشون پر از حشره شد و مگسا همه جا رو گرفتن. مردم نمیتونستن نفس بکشن، زخما عفونت کرد، صورتا پر از جوش شد، حتی ملکم مریض شد. گسب خونالود ظاهر شد که روش نوشته بود اگه درست نشید بلا بدتر میشه. ولی فرعون به جای پشیمونی برده ها رو بیشتر شکنجه داد. کار 2 برابر شد و خیلی ها از خستگی مردن. خدا بلای بعدی رو فرستاد، بیماری حیفونا. گله ها افتادن. وزیر گفت مرگشون از جنازه مگس هاست. بعد آسمون به هم ریخت، تگرگ سنگین بارید و همه زمینا نابود شد. پشت سرش ملخا هجوم آوردن و محصولا رو خوردن. مردم ریختن سر انبار، نگهبانا همه رو کشتن و فرعون فقط نگاه میکرد. این بار خدا 3 روز تاریکی فرستاد. مصر تو سیاهی مطلق فرو رفت. حتی فرعون هم ترسید. موسی رفت باش حرف بزنه، اما فرعون تهدید کرد بچه های عبرانی رو میکشه. موسی گزارش رو به خدا داد. خدا هم آخرین بلا رو فرستاد، مرگ نخست زاده ها. همون شب فریاد از همه خونه ها بلند شد. حتی پسر فرعون هم مرد. صبح فرعون گفت برداتو بردار و گم شو. موسی هم گمش رو جمع کرد و بعد از 400 سال از مصر بیرون. وقتی فرعون برگشت و جسد پسرش رو دید، ملک گهواره خالی رو تکون میداد و گریه میکرد. فرعون قسم خورد همه عبرانی ها رو نابود کنه. موسی با قومش رسید لب دریای سرخ، شمشیرش رو انداخت تو آب و از خدا کمک خواست. صبح دریا شکافت و وسطش خشکی شد. عبرانی ها راه افتادن. فرعون با لشکرش دنبالشون کرد. ناگهان رعد و برق و گردباد اومد و آب برگشت. همه سربازا غرق شدن. فرعون هم رفت زیر آب، اما خدا جونشو نگرفت. موسی تونست نجات پیدا کنه و خودشو به کنعان رسوند، جایی که زن و بچهش منتظرش بودن.